سلام. امروز با یک آنباکس در خدمتتون هستیم. آنباکس یک دوربین وایرلس از برند آیمو، برند خیلی معتبر از زیر مجموعه برند معتبر داهوا. این دوربین مدل رنجر 2 هست. یه دوربینی است که حالا بیشتر میشه گفت خونگیه. اینجا انتا آپشن داره که حالا همشون نمیتونم براتون بخونم، ولی چیزای جالبی داره، مثلا دید در شب داره، چون پرایوسی مود داره دیگه، میچرخه، مموری کارت میگیره، ایناست. و اینورم حالا مشخصات اصلیشو مثلا جالباشو گفته که من دید در شب دارم و اسمارت ترکینگ دارم و میتونینم منو 360 درجه این ور البته 350 خورده فکر کنم هست این ور بچرخونینم. حالا بازش میکنیم ببینیم توش چیا هست. اول از همه اینجا جعبه‌ای داره که میریم بیرون. این کابلشه، کابل نسبتا با کیفیتی هم هست. طولش هم که به نظر میاد زیاده. کلش ولی تایپ سی نیست، از این کله قدیمی تراست به قول معروف. اینم گوچی شابلونه و این تو هم یک بسته پیچ و رول پلاک هست برای نصبش و این پایه نصب سقفیه. اینه هم میتونین روی سقف نصبش بکنین، در واقع هم روی میز. این خیلی خوبه، قابلیت روتیت هم داره، یعنی اگه مثلا زدین تو سقف بعد میتونین از روی نرم افزارش روتیتش کنین. اینم آداپتورشه، خودش آداپتور داره، کابل هم داره، پایه هم داره، همه چی داره. اینم شابلونش که عرض کردم برای اینکه بتونید دقیقاً جای پیچا رو در بیارین و مرتب نصبش بکنین. چیز دیگه توی این جعبه نیست. حالا این کله محافظ رو من اگه بتونم درش بیارم که بله، این هیچ خالیه، همینجوریه که دوربین آسیب نبینه. میذاریمش کنار و خود آقای دوربین خیلی دوربین خوشگلیه. میدونین یه بحث این تیپ دوربینایی که الان توی خونه ها اصطلاحاً استفاده میشه، این تیپ دوربینای وایرلس، واقعا یه بحثش هم خب زیباییشه که آدم یه گوشه میخواد بذاره چیز خوشگلی باشه. میبینینش این شکلیه، طراحی با نمکی داره، میچرخه و اینم بالا پایینش میشه. میبینین شکلشو خوشگله. پشتش هم اینجا در ضمن لن هم میخوره، این علاوه اینکه وایرلس باشه لن هم میخوره، اونم جای برقشه، اونم اسپیکرشه، اینم که اسلات مموری کارتشه و میتونین مموری کارت بذارین توش ضبط بکنه و اینم که دکمه ریستشه. چیز خاص دیگه ای که حالا ظاهرش چراغی داره که مثلا وقتی کانکت شده و ایناش میفهمین. اینم که قسمتی است که پایه سقفیش وقتی میخواین نصبش بکنین، این مثلا اینجا تو سقف اینجا هست، این میاد اینجوری روی این یه نیم دور میچرخه، قشنگ چفت میشه تو جاش، خیلی هم قرص و محکمه. امیدوارم مفید بوده باشه این آنباکس براتون و بتونین راحت تصمیم بگیرین که این دوربین رو میخواینش یا نمیخواینش. مدل‌های دیگه هم دوربین داره که توی سایت ما به آدرس www.sagri.com هست. تو دیسکریپشن هم آدرس میذارم، لطفا ما رو دنبال کنین و اگه سوال داشتین در کامنت ها بپرسین. ممنونم. خداحافظ.